کنید بالاخره یه ویدیو دیگه. ببخشید این چند وقت نتونستم ویدیو بذارم، با درس و مشقام بودم. حالا ببخشید دیگه. ولی امروز با یه ویدیوی توپ اومدم. بازی البته اسمشو نمیدونم و خودم بهش میگم گرنی و دوقلوها. توینز میشه دیگه، یه جاش نوشته بیگ توینز. حالا اشتباه میگم مطمئنم. حالا تو این بازی ما نقشه یه دزدی رو داشتیم که پلیسا مکانمون رو پیدا کردن که گفته اگه ببین مثلا بری مثلا خونه اینا دزدی کنی و این وسایل رو ستاره واسمون بیاری، ما ولت میکنیم و میریم. ولی اگه نه بعد بری زندان. خب ما معلومه خب اینجا اینا رو قبول کردیم و میخوایم بریم دزدی از خونه این دوقلوها. تعریف از خود نباشه، من خودم چند بار این بازی رو تموم کردم. اگه مثلا حالت گرانیشم فعال کنم واسهتون، بله مثلا حالتی که مثلا گرانی و گرم پات میشن و براتون فعال کنم حتما بگین. اینجا باز میکنیم، چپشو برمیداریم، اون برمیداریم. یعنی داریم میره سمت هال، یعنی همون جایی که ما بودیم الان. میندازیم اون بطور اصلا نمیذارم بیان تو بازی دمیج میخوری. خب بازی چیز ممکنه کرش کرد. خب الان داداشش هم میاد. خب بعد بایستم داداشش بیاد. خب اسم این توپلو بابه. حالا یادم باشه که این توپلو بابه. حالا باید بریم. اینجا چیزی نداره. بعد بریم بالا فکر کنم. تیره. نه نداره. در کجاست؟ آها اینو خواستم. اینجا که چیزی نیست. این شکست. اینجا هم که کلیده. اینجا بچه این قطعه برای این در است. این دره 2 تا از این قطعه ها میخواد که باید جمعشون کنیم. بمبه اینم که این چیزی نداره اینجا. خب بریم. اینجا نگشت. الان دیگه دارم میام کم کم. نه صدقا بچه این پوشنه برای اینه، یعنی فکر کنم مرگ موش. آره رد پوشن به قول خودم مرگ موش. و این مرگ موش رو اون بابه میخوره. اینو بنازیم سری بریم. ما الان وسایل اصلی رو برای این کلت جمع کردیم و جا خشابش مونده. حالا باید این طبقات رو بریم بالا که برسیم به این اومده. بچه اگه آموزش از این بازی نخوان تو کامنت ها به هم بگم. الان
بچه 3144 بهتون میگم برای کجاست، اینو یادتون باشه. وای 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 کنم بابه میخواست بره سمت چی اسمش؟ آشپزخونه. بله الان میگم این چیز دا برای چیه. خب اینم دومیش میذاریم. خب این گانه که به نظرم خیلی خوب و باحاله، چون که این تنها گانیه که میتونیم بذار عکسش فرار کردیم. این هم واسه همون جایی که اون در قرمز است. خب اینجا باید کد بزنیم 3144 بریم. خب یکی از اصلی ها رو داد، اینجا دیگه چیزی نیست. نه حالا ما باید بریم اینجا که بعد از اون بر بریم. این در رو ببندیم. کلیده ما دیگه کارمون با اونجا تمام. اینجا باید یه الگوهایی رو حل کنیم. این باز شد و پیشگوشتی رو بمود. خب خوبه صدا درست پیشگوشتی. الان میتونیم مثلا در اینجا رو باز کنیم. کم بابه زنده شد. اینجا یه سیف زونه واسمون برای کلید آبیه اینجا که اینجا میره از همون پشت بوم. خب بگیریم برش رو کجا میری بچه خوشگل؟ اتفاق بدی افتاد، ما الان مردیم. بیا 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 بیا. خب الان ما با پیشگوشتی یادم نمیاد باید چیکار کنیم. خب این از دست شما درد نکنه. اینم از کلید. اگه بری لطف میکنی. احساس میکنم یه چی گم شد. الان ما 2 جا با این اهرمه کار داریم. حالا میریم نشون میدیم بهتون. پلا بره بالا. بعد اینجا واسه فکر کنم کلید سبز. اینجا رو این دیواره رو میشکنیم. بعد اونجا هم خروجی داره میریم. خب من دیگه سری برم. باش
دیدم آخرشم. آها بده. خب خداحافظ شما. اینجا یکم سخت پارکورش، اگه لطف کنه بره. نمیره. ما باید اینو بریم پایین باش. اگه بیاد بریم پایین. نه اینو باید بریم جلو. الان میریم. وای خب بله بازم مردیم. حداقل کاش پوشنه دستم می بود که اینجوری حداقل چیز نمیشه. من این ببرم بالا. این خب بریم دوباره از اول که نه، بعد برگردیم دوباره اونجا. آقا چختنده هست دستمونه. اینجا چیزی نداره. اینا نه. آها بمب نمیشه. اینجا نمیشه. من دیگه این دفعه اون سری بریم داشش نیاد بالا. مرسی چه به موقع. داره الان که نیومده. خب ما باید بریم بالا. بعدم ببینم سوسکه اومده یا نه که نیومده. اینجا شو دیگه باید بلند رفتیم. حالا با چخانده رو بذاریم. خب حل شد. بعد که در اونجا رو بستیم باید چی میگن در اونجا رو بستیم باز باید بیام این چخانده رو بردارم، چون که اینا مربوط میشه به یه جای دیگه. الان دیگه سوسکه نمیاد. ما پوشنمونو و اینو برمیداریم. چخننده رو آخر سر برمیدارم، هر وقت نیازمون شد بردارم. بریم بالا سری. مرسی از شما. بریم برو دیگه. علی برمید. اینجا باید ببریم. احتیاط میکنیم که یه وقت نیفته. سری پایین. شربتی که درست کردم برو. خب اون از شربت باب، اینم از اینجا. خب شاید اصلا رو جای خشایش رو پیدا نکردیم ولی جاش جون پیدا کردیم. خب بچه اگه اینا رو با هم بردارید و ترکیب کنید میتونید این جونه رو درست کنید. به بابم مرد که برد.
خب اینجا هم چیزی نداره. خب این کلیده برای همون اتاق بالایی است. اگه داداشش نیاد خوب میشه. اصلا نذاش از حرفم بگذره. من با چیزی دور بزنم. از دارم میگه اصلا هر بیا خب اگه برگردیم بذار بیاد. برگرده عوضی یادم نمیاد چیه. خب بچه این الماسه، یکی از عضوی از اون 3 تا وسایله. خب من برم پایین رو ببینم. اوزا خیته یه خیته. وقتی قزگری رو بداریم الماس چیز کرده بعدش. الماسی که بر نداشتیم آوردیمش پایین که آخر سر فکر کنم از اگه کلید آبیه خب میدونم کجاست. فکر کنم از همون در آبیه بریم. خالیه. اوه فهمیدم باید چی کار کنی. حتما نیاز نیست بهش تیر بزنیم. پس پایین اینو باز میکنیم. تو رو خدا اون بالا نباش به ما لو. خیلی بد اومد جلو. یه لایی میزنی. بابا نداره به همین الان نداشت حرفم بگذاره. کنم بدونم یه TNT کجاست. بیاین تعارف نکنیم. من بکشون نکنم شیط اینجا نیست. آشپزخونه باید بریم بچه. بیا بریم آشپزخونه یا املت درست کنیم. بیاین بدا این دیگه چرا شما کنیم. شما بیا من املتتون رو میارم. بابا بچه ها بیایم املت. من نبودم. بابا بچه اینا املتشون هم خوردن. من برای باب یه چای هم درست کنم کنارش. چایش درست شد. حالا ما باید بریم چیکار کنیم. باید بریم پایین بریم شخلنده رو برداریم که سخت بریم بخششه. بیپ 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 بیپ. اگه بیاد مرسی اومده. ببین کرم داره الان این نمیره. میذاره اینا برم بعد بره. تو قرآن سخته. اینجاش هم یکی شخلنده رو برداریم. این میاد بالا این الان نه رو لطفا. یس کردم رفتش. بودو برداشتیم. خوش تیپ. بودو بیا بودو دیگه. ما کارمون با این بخش تموم شد.
والا اینم شانس کنه. شانس چقدر خوش شانسم بنده. اگه بیاد خب دوستان من وسایل رو جمع کردم، فقط مونده اون سکه که الان ای وای یه سکه خدا. خب دوستان کلید آیناش دوستان مونده اون الماسه. اگه اون الماسه رو برداریم، الان کلید آبیه رو برداشتم، اون الماسه رو برداریم تمومه. اگه میخواین از این بازی اندینگ های دیگه، یعنی همون پایان های دیگه شو برم براتون، بگین حتما. دوستان من رو رسیدم بالا. خب الان اینجا کلید رو میزنیم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدین و این بود یکی از ببخشید پایین ببینم برادرش هم میخوشه و پرتش میکنه پایین. بله من الان 3 تا پایاناشو کامل رفتم. یه بار اون در پایین رو رفتم، یه بار در اصلیه رو رفتم، با یه بارم اینجا. خب یعنی الان دیگه این بازی تموم شده. میگه دوباره میخواین برین این کارو کنین که ما میگیم نه. الان میگیم نه. ای وای. پایان